از صبح تا حالا تو صف بودم، این چه وضعشه دیگه؟ خانم من رئیس این سازمان هستم، اگه با من ازدواج کنی دیگه نمیخواد تو صف شیر وایسی. شما مجردی؟ نه من 3 تا زن دارم. خب ولش کن، تو صف شیر وایسم بهتره تو صف کی؟ یه نفس عمیق بکش، حبسش کن. تصور کن بالای یه صخره رو به اقیانوس ایستادی. صدای برخورد موج‌های آب به سنگ‌های زیر پات، آرامشی که توی رگ‌ها جریان پیدا می‌کنه. صدای مرغ‌های دریایی ذهنو از هر چی فکر منفی خالی می‌کنه. سرخی غروب خورشید روی صورتت نمایان میشه. باد نفس بکش بسخور. رونالدو، لیونل، مسی، کیلیان، مباپه، میا. خلیفه. پاییز لاشی، من ریدم تو پارون و هودی و خشخش برگا. یکم سب کن، من زیت ندارم. صدای خشخش برگ و پاییز و بارون. يوم عباس ويل سحر قاسي والله فتنة كاتي باقي فاجر. الو مامان،